120 ثانیه با ایمیل ها. دوست گرامی سهراب از قم، مطلبتون به دستمون رسید، حتما که در برنامه‌های دیگرش استفاده می‌کنیم، ولی چون شعر قشنگی فرستاده بودید اشاره می‌کنم به چند بیت از اون که حیفم میاد اینجا نخونم. سهراب عزیز در مورد اشرفیان نوشته: نخستین بار گفتش از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی، بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، بگفتند ده خرند و جان فروشند، بگفتا جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست، بگفتا چونی از عشق جمالش، بگفت اندازمی سر زیر پایش. تشکر فراوان از سهراب به خاطر شعر قشنگش و همینطور ممنونم از سایر دوستان پیک شادی: فریبرز ممتحن، ستار شکسته، علی آزاد، مرادسان، حسین عبدالله عبدی، ناصر احمدی، دوست گرامی میترا، علیرضا افشارچی. دوستمون لیما تصاویر فرستاده و نوشته این هم استقبال میلیونی از عنتری نژاد در اردبیل. علی ایرانی ممنون از نکاتی که فرستاده بودی. مسعود کنوز خیلی ممنون بابت کلیپ توتی سخنگو. این کاریکاتور جالب رو هم بهرام از تبریز فرستاده. مهدی صبا مطالب رسید، خیلی ممنونیم. محمد از کرج کلیپ هایی فرستاده بود که بسیار خوب بود. دوست گرامی مهوش تصویر اتاق کار یک بسیجی رو فرستادن که ملاحظه می‌کنیم. صالح هم این شعر رو فرستاده در مورد اون کنفرانس قضایی رژیم: به مشعل چنین گفت سید علی که بر مسلمین بنده باشم ولی، چرا ضد حرفی که گفتم زدی، که ناگه به پشتم تو خنجر زدی، بسی پول دادم در این سالسی، کنی گوش حرفم بلا وارسی. چنین گفت مشعل ز حزب حماس، بگفتا که ای رهبر آس و پاس، نصیحت کن اول تو محمود را، همان دکتر پشکل و پود را، مگر او کند گوش حرف شما، کنون از چه رو گیر دادی به ما، چه گویی برو کشک خود را بساب، بزن چند بستی و راحت بخواب.